بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما میخوایم که سافتویر وامپ بالای کامپیوتر خود، بالای سیستم خود نصبش کنیم. خب قبل از نصب کردنش میخوایم بگوییم که وامپ، زامپ و لامپ سه سافتویر است که به خاطر براوز کردن صفحاتی که به شکل سورس کد PHP سیو کرده باشیم ما میتونیم از این سافتویر استفاده کنیم که اکثرا این سافتویرها سرور سایت می باشه. سافتویر قبلا ما استفاده میکردیم اون براوزر اینا کلاینت سایت بود، یعنی در از طرف کلاینت ما میتونیم اون اکسس کنیم، ولی سافتویرها اکثرا سرور سایت می باشه، یعنی بالای سرور نصب میشه و میتونه که صفحات از طریق قضیه براوزش کنیم. که وامپ مشهورترینش هسته، یعنی اکثرا بالای سیستم های یا اپراتینگ سیستم های کمپانی مایکروسافت استفاده میشه. زامپ مشکل با اپراتینگ سیستم نداره، یعنی هر اپراتینگ سیستمی را که ما بخواهیم میتونیم که بالای هر اپراتینگ سیستم از زامپ استفاده کنیم. و لامپ که هست تنها بالای اپراتینگ سیستم های لاینکس میتونیم که نصب کنیم. و وامپ چون میخوایم که وامپ نصبش کنیم خب همونطور که گفتیم وامپ متشکل از ویندوز، آپاچی، مایسکیول و PHP می باشه که PHP خودش ابریویژن شده از پرسونال هوم پیج می باشه، یعنی صفحات را که ما به شکل سورس کد PHP سیو کرده باشیم میتونیم که بالای سافتویر وامپ رن بسازیم. خب حالا میخوایم که وامپ رو نصب کنیم. میریم ست اپ را که ما داریم دو ست اپ داریم، یک ست اپ وامپ است و دیگری ست اپ زامپ است. زامپ امر ما میتونیم بالای اپراتینگ سیستم خود نصبش کنیم، ولی اکثرا چون صفحاتی که براوز میشه یا وب براوزر پورت 80 ضرورت داره که باید پورت 80 فری باشه و زامپ اکثرا بازی مشکل می داشته باشه و به خاطر همین ما از وامپ استفاده میکنیم که کار زامپ و وامپ عین چیز می باشه. ست اپ از رن میکنیم. next accept و میبینیم که خود سورس کد از این بالای درایو سی و یک فولدر دیگه ساخت به نام وامپ که ما بعداً بازی فولدر سرکار بسیار زیاد داریم. next میکنیم، نامش هم میتیم وامپ سرور درست است. next و وامپ 5 استارتاپش در صورت که ما مثلا ایره تک مارک کنیم زمانی که اپراتینگ سیستم لود میشه همراه از او یک جای لود میشه که در این قسمت مثلا لیست شما دیده میتونیم اینستال. خب همراه از یک تکست ادیتور، یعنی ما کدای PHP که بخوایم نوشته کنیم یک تکست ادیتور ضرورت داریم که میتونه تکست ادیتور نوتپد باشه، میتونه خود صفحات CMD باشه و یا بعضی سافتورهای دیگه ای که ما میتونیم از استفاده کنیم، مثلا دریم ویور هم میتونیم که ازش استفاده کنیم. خب به خاطر از ما نوتپد پلاس پلاس هم داریم که میتونیم زبان PHP در داخل از نصبش کنیم، زبانهای PHP در داخل از این نوشته کنیم و از این طریق بتونیم رن بسازیم. خب PHP خود نام سرور را که بخوایم بدیم بای دیفالت لوکال هاستش ما را کارش نمیتیم، در صورت که مثلا اگر ما سرور داشته باشیم بخوایم بالای سرور نصبش کنیم میتونیم نام هم سرور را بالای از بدیم و همچنان یک ایمیل آدرسی بای دیفالت میتونه باشه در صورت که به اینترنت کانکت باشی. بعضی سپورت های اضافی که ما بخوایم داشته باشیم همراه ما میتونه کمک کنه و حالا فعلا نصب میشه همراه، چون میگه همراه فایرفوکس که یک براوزر است همراه از این مشق میکنه یس میگیریم و این نصبش تکمیل میشه. خب میایم بالای نوتپد پلاس پلاس. نوتپد پلاس پلاس گفتیم که سافتویر است که به خاطر تکست ادیتور استفاده میشه، یعنی ما زبان PHP در بالای از این نوشته میکنیم و از این طریق میتونیم که بهتر نصب کنیم. I agree. next و next create shortcut to desktop next و یه هم نصب میشه. حالا وامپ برای ما نصب شد. finished.
اگر از سافتیر زامپ استفاده میکردیم اینجا پورت 80 مصرف نشان میداد. به همون خاطر ما از وامپ استفاده کردیم چون ساده تر است و نوتپد پلاس پلاس هم اینجا پایان یافت. رو فینیش میکنیم. حالا میایم در قسمت بالای از لفت کلیک میکنیم، لوکال هاست. حالا میبینیم سرچ میزنیم که آیا درست نصب شده یا نه. اگر در براوزر ما صفحهش پیدا شد پس درست است. میبینیم که صفحه براوزر ما وامپ را پیدا کرد. خب و صفحات تکست ادیتور هم نصب شد، نوتپد پلاس پلاس. حالا ما میخوایم یک سری کد نوشته کنیم. قبل از نوشته کردن کد خود ما باید زبان خود انتخاب کنیم که نوتپد پلاس پلاس قادر میسازه ما را که ما بتونیم زبان خودم از این انتخاب کنیم. زبان را که ما مثلا فعلا در تکست ادیتور خود میخوایم نوشته کنیم با زبان PHP استفاده میکنیم. همونطور که میفهمین PHP قوس شروع. خب ما به خاطر ساده ترین روش یک مسیج میخوایم پرینت کنم. اکو شوه. چی مسیجی؟ مثلا بگیم که welcome to first program. خب و همچنان پروگرام خود دوباره بسته میکنیم. حالا به خاطر سیو کردن از یک جای مشخص را ما باید سیو کنیم تا بتونیم از این طریق لودش کنیم. پس را سیوش میکنیم. موقعیت را که ما داشته باشیم میریم درایو C. حالا میبینیم که یک فولدر به نام وامپ اینجا ساخته. اگر زامپ نصب کرده باشیم اینجا فولدر به نام زامپ جور میکنه. بعد از داخل از یک رفتیم در وامپ بالای www کلیک میکنیم و در اینجا ما میتونیم یک فولدر با دیفولت خودمون اینجا کرییتش کنیم، مثلا به نام ATVI. یک فولدر با اینجا کرییتش کردم در داخل ازی و هر چیز باشه من مثلا میگم که به نام message.php سیوش کنم. این سیوش میکنم در داخل ازی. پس اینجا سیو شد. میتونیم که از این طریق را براوز کنیم. خب این یک لوکال هاست یک ریفرش میزنیم. میبینیم که پروژکت هایی که ما اینجا لیست شد. داخل فولدر ATY میریم و داخل فولدر ATY می کد را که نوشته کردیم message.php بر ما اینجا سیو شد. حالا که سرچش کردیم میبینیم که welcome to the first program برای ما ظاهر شد. پس میبینیم که وامپ هم درست نصب شده و ما از این طریق تانستیم که با سورس کدی که با PHP سیو کرده بودیم اکسس یا دسترسی پیدا کنیم. و اگر از زامپ استفاده کرده باشیم، زامپ اینجا یک فولدر به نام زامپ خودش کرییت میکنه. زامپ آواز میکنیم. بعد از باز کردن زامپ یک فولدر دیگه به نام htdocs میه و تمام پروگرامایی که ما بخوایم رن کنیم باید در داخل فولدر htdocs سیو کرده باشیم. در غیر صورت ما نمیتونیم که با این کدهای خود اکسس یا دسترسی پیدا کنیم. تشکر.